خب سلام دوستان، خسته نباشید، وقت شما بخیر. من دکتر یاور هستم با فصل سوم از فیزیکی دهم در خدمتتون هستیم. مبحث کار و انرژی. کلیپ های با کیفیت رو در وبسایتم میذارم، به صورت رایگان میتونید دانلود کنید. این درسنامه عرض کنم خدمتتون که یک درسنامه کلی هست از مبحث و یک سری سوالات کلی از هر قسمت براتون حل میکنم که برای رفع نیازتون برای امتحانات نهایی کفایت میکنه. اما در مورد امتحان کنکور باید شما فایل های کامل رو تهیه بکنید که در پکیج های کنکور من میتونید اونها رو خریداری کنید از وبسایتم. خب بریم به سراغ مبحث کار. من وقتی که یک جسمی دارم در روی یک سطح که با نیروی F به این صورت دارم برش اعمال میکنم و به اندازه D اینو رو سطح افقی دارم جابجا میکنم، در این صورت میگم آقا این نیرو بر روی این جسم داره کار انجام میده که کار رو با W نشون میدیم و هست ضرب داخلی F در D که ضرب داخلی همونطور که تو فصل اول براتون توضیح دادم میشود FT کوسینوس تتا که تتا زاویه بین F و D هستش. نیرو در اینجا F مون هستش که بر حسب نیوتن هست در SI، D مون در واقع جابجاییمونه که بر حسب متر، تتا بر حسب رادیان و عرض کنم خدمتتون که W هم کارمونه که بر حسب ژول تعریف میشه. مثلا فرض کن من یک جسم دارم به این صورت، یک نیروی کشش نخ به سمت بالا دارم برش اعمال میکنم، یعنی با دستم یک نخی رو به این وصل کردم و به این صورت یک نیروی تی داره به سمت بالا اعمال میشه، یک نیروی وزنه که به سمت پایین داره اعمال میشه و جسممون در راستای محور ایکس ها داره جابجا میشه. خب کار هر جفت این نیروها میشه چی؟ میشه صفر. مثلا کار نیروی وزن رو اگه بخوام حساب بکنم، نیروی وزن هم به سمت پایین جابجا به محور ایکس هاست و زاویه بینشون میشه 90 درجه پی دوم که کوسینوس پی دوم میشه صفر. پس از اینجا از این سوال ما یه نکته میفهمیم، اونه که کار نیروهای عمود بر حرکت بر جابجایی همواره کارشون صفره. خب یک سطح شیبدار رو در اینجا در نظر میگیریم به این صورت. بعد عرض کنم خدمتتون که کار نیروی عکس العمل سطح رو از مخواست. حالا این نیروها به چه صورتی شما سال 12 به صورت کامل میخونید، ولی در اینجا ما اگر که فرض بکنیم که سطحمون استکاکی نداره همونجور که در این سوال گفته، فقط یک نیروی عمود بر سطح داریم. وقتی یه جسمی روی یک سطح هست، از طرف سطح بر اون جسم یک نیرو به سمت بالا اعمال میشه، عمود بر سطح. خب حالا جابجایی این رو محور ایکس ها به این سمت هستش، پس زاویه بین نیروی N و جابجایی میشود 90 درجه. پس یه بار دیگه کارش میشود صفر. از همون نکته سال قبلی استفاده کردم. خب یک سال دیگه حل کنیم. کار نیروی F مون که هست 10 I علاوه 7.5 J، گفتیم در واقع نیرو و جابجایی اینا کمیت برداری ان، جهت دارن. خب میگه که این نیرو کارش در جابجایی D مساوی با 6 I علاوه 8 J چی میشه؟ خب یکی از تعریف‌های ضرب داخلی این بود که که مؤلفه‌های X در هم ضرب بشن به علاوه مؤلفه Y ها در هم ضرب بشن. پس 6 رو ضرب در 10 میکنم به علاوه 8 رو ضرب در 7.5 میکنم که سادهش کنم میشه 120 ژول. خب انرژی پتانسیل در واقع چی هستش؟ کار میشود منفی دلتا یو، W مساوی با منفی دلتا یو که دلتا یو میشه تغییرات انرژی پتانسیل. درست شد؟ حالا بیایم یک سوال حل کنیم. میگه در راستای قائم جسم به جرم M را از نقطه A به نقطه B میبریم و کار نیروی جاذبه در این جابجایی منفی 20 ژول است. اگر انرژی پتانسیل گرانشی جسم در نقطه B 30 ژول باشد، در نقطه A چند ژول است؟ خیلی خوب، W مساوی با منفی دلتا یو، W رو به من داده منفی 20 مساوی است با منفی دلتا یو یعنی یو بی منهای یو ای. خب یو بی رو به من داده چند؟ 30. سوال از من یو ای رو میخواد. خب خیلی دیگه ساده شد، منفی با منفی ساده میشه 20 مساوی است با 30 منهای یو ای. اینجا یو ای رو حساب میکنیم میشه 10 ژول.
پتانسیل گرانشی، فرض کنیم ما یک سطحی در اینجا داریم، یک جسمی دارم به جرم M از ارتفاع H1 اینو جابجاش میکنم میارم تا ارتفاع H2. یعنی صورت کار نیروی وزن چی میشه در اینجا؟ کارش تعریف کار بود FT کوسینوس تتا. Fمون چیه؟ همون وزنمونه mg. دیمون میشه جابجاییش از H1 تا H2 پس میشه دلتا H، یعنی H2 منهای H1. ضرب در کوسینوس زاویه بینشون میشه چند؟ دلتا H من به سمت بالاست ولی وزن همیشه به سمت پایینه، پس زاویه بینشون میشه 180 درجه. پس میشه منفی mg دلتا H. اصطلاحا ما اینو تو اسلاید قبلی هم گفتیم که W میشه منفی دلتا U. پس اینجا من میتونم بگم دلتا U mg مساوی است با mg دلتا H. خب اینو بهش میگیم پتانسیل گرانشی. پس وقتی یک جسم از یک سطحی ارتفاعی داره، در واقع در داخل جسم یه انرژی ذخیره میشه که بهش میگیم انرژی پتانسیل گرانشی جسم. بیایم مثال حل کنیم. میگه جسمی در شرایط خلا از ارتفاع H رها میشود، پس اینجا سرعتمون صفره. اگر بعد از 10 متر سقوط بیایم و بگیم که اندازه U 40% کاهش یافته. خب من اگه این نقطه اول بذارم 1 که ارتفاعش تا زمین هست H، در این صورت وقتی 10 متر اومد پایین یعنی ارتفاع H2 اون چی میشه؟ میشه H منهای 10. در این صورت U2 اونو میگه که 40% کاهش، پس U2 میشه 6 دهم U1 یا 60 تقسیم بر 100. خب U2 میشه mg H2. mg H2 اون چیه؟ H منهای 10 از زمین تا این نقطه مساوی است با 6 دهم ضرب در U1 مون چنده؟ mg H. mg با mg خط میخوره، از اینجا من میتونم H رو به دست بیارم که میشه 25 متر. سال خوبی بود. پتانسیل کشتانی فنر. یه فنر من در اینجا دارم، وقتی که یه جسم رو بهش وصل میکنم یه مقداری کش پیدا میکنه میاد پایین، یه مقداری پایین میاد. در این صورت یک نیروی F مساوی با منفی kx به سمت بالا داره بر جسم اعمال میشه و یه نیروی وزنه که به سمت پایین داره بر جسم. وقتی که فنر رو از حالت تعادل ما جابجا بکنیم و طولش یا کم بشه یا زیاد بشه، در داخل فنر یک انرژی پتانسیل کشتانی ذخیره میشه که با یو ای نشون میدیم که یو ای میشه یک دوم کاکس. در اینجا کا میشه ثابت فنر که مقداری که ربط داره به جنس فنرمون، ایکس مون هم جابجایی نسبت به حالت تعادلشه. درست شد؟ فرمولش تو کتابتون نیست ولی مفهومش رو ما نیاز داریم و باید یاد بگیرید. ترجیحاً فرمولش هم یاد بگیرید، خیلی بهتره. انرژی جنبشی به چه صورتیه؟ میگیم آقا هر جسمی به جرم M که سرعت v داشته باشه، در این صورت در اون جسممون یه انرژی جنبشی داره که با کا مساوی با 1/2 mv2 تعریفش میکنیم که کا بر اساس جول هستش، m بر اساس کیلوگرم و v مون هم سرعت بر اساس متر بر ثانیه. مثلا میگه آقا جرم خودروی به همراه راننده‌اش 840 کیلوگرمه، این خودرو با سرعت 54 کیلومتر بر ساعت در حرکت است. انرژی جنبشی آن چقدر؟ خیلی خوب، جرم رو به من داده 840 کیلوگرم، وی داده 54 کیلومتر بر ساعت، باید تبدیلش کنم به متر بر ثانیه، پس ضرب در 10 تقسیم بر 36 میکنم، میشه 15 متر بر ثانیه. کا از من خواسته میشه 1/2 mv2، میشه 1/2 ضرب در 840 ضرب در 15 به توان 2 سادهش بکنم میشه 9.45 ضرب در 10 توان 4 ژول. قضیه کار و انرژی، میگیم آقا این خیلی کاربردی در حل سوالاتمون و قطعا هم از این مفهوم سوال میاد تو امتحانتون. میگیم آقا کار برآیند نیروهای وارد بر یک جسم وقتی که از یه نقطه به نقطه دیگه جابجا میشه مساوی است با تغییرات انرژی جنبشی اون جسم، یعنی W مساوی است با دلتا کا مساوی است با 1/2 v2 به توان 2 منهای 1/2 v1 به توان 2. درست شد؟ کار برآیند نیروها یعنی چند تا نیرو که اعمال بشه کارشون رو ما به این صورت تعریف میکنیم. خیلی کاربرد داره در سال. حالا بیایم یه سوال حل کنیم با هم. میگه که گلوله به جرم 20 گرم، خب باید تبدیلش کنیم به کیلوگرم، با سرعت 100 متر بر ثانیه به مانعی برخورد میکنه و با سرعت 40 متر در ثانیه از طرف دیگر آن خارج میشود. کار برآیند نیروها یه وارد بر اون گلوله رو در این برخورد حساب کنید چند ژوله. خب کار میشود دلتا کا میشه 1/2 m در v2 به توان 2 منهای v1 به توان 2. از 1/2 mش فاکتور گرفتم، میشه 1/2 ضرب در m داده 20 گرم، پس میشه 20 تقسیم بر 1000.
ضرب داره سرعت از 100 اومده به 40، پس میشه 40 به توان 2 منهای 100 به توان 2 که سادهش کنم میشه منفی 84 ژول. خب یک نکته خیلی مهم و اصلی ترین قسمت این فصل رو میخوام براتون توضیح بدم. ما تا اینجا گفتیم W میشود منفی دلتا U و W مساوی با دلتا K. سمت چپ این معادلات با هم یکسان هم، پس سمت راستشون هم باید با هم برابر باشه. پس دلتا K مساوی است با منفی دلتا U. یعنی چی؟ یعنی K2 منهای K1 مساوی است با منفی U2 منهای U1. اگه اینا رو جابجا کنم تهش میشه K1 علاوه U1 مساوی است با K2 علاوه U2. من K علاوه U رو با این نشون میدم که انرژی مکانیکی جسم هستش. خب پس من از اینجا میفهمم E1 با E2 برابره کی این فرمول برقراره؟ زمانی که نیروهایی که بر سیستم اعمال میشن نیروهای پایدار باشن. نیروهای پایدار یعنی چی؟ مثلا جسم من از نقطه A میخواد بیاد به نقطه B. یک راه اینه که از اینجا از نقطه 1 بیاد به 2، از 2 بیاد به 3. یه راهش هم اینه که از 1 مستقیم بیاد به 3. درست شد؟ اگر در هر جفت این راه‌ها میزان کار با هم دیگه یکسان بودن، در این صورت نیروهایی که بر جسم اعمال میشن نیروهای پایدارن، در غیر این صورت نیروها ناپایدارن. خب این تعریف علمیشه، ولی حالت خیلی سادهش اینه که آقا نیروهای ناپایدار میشه چی؟ میشه نیروی استکاک، مقاومت هوا، نیروهای اتلافی. کلا نیروهای اتلافی رو بهش میگیم نیروهای ناپایدار. پس وقتی که در یک جابجایی ما اتلاف انرژی نداشته باشیم، در این صورت میتونیم از فرمول E1 مساوی با E2 استفاده بکنیم. خب اگر نیروی ناپایدار داشته باشیم، در این صورت کار اون نیروی ناپایدار که معمولا استکاکه میشود W مساوی با E2 منهای E1 و مساوی است با منفی F ضرب در D. درست شد؟ این از این منفی از کجا میاد؟ چون نیروی استکاک در خلاف جهت حرکت جسمه، در نتیجه زاویه بینشون میشه 180 درجه بین نیرو و جابجایی. پس کوسینوس 380 میشه منفی 1. این منفی از اونجا میاد. پس وقتی که در یک سیستم نیروی اتلافی نداشته باشیم، در این صورت E1 با E2 برابره. اما اگر نیروی اتلافی داشته باشیم، کار نیروی اتلافیمون میشود E2 منهای 1 و همچنین میشود منفی F ضرب در D. این قسمت اصلی این فصلمونه و بسیار هم کاربردیه. خب یک سوال بیایم حل بکنیم که سوال کتاب درسیه. میگه یک چترباز داریم به جرم 75 کیلوگرم از بالونی که در ارتفاع 800 متر از سطح زمین است با تندی 1.2 متر در ثانیه به بیرون بالون میپرد. اگر او با تندی 4.8 متر در ثانیه به زمین برسد، کار نیروی مقاومت هوا روی چترباز را در این راه حساب کنید که چقدر میشه و مقدار جیر هم گفته بذارید 9.8 شتاب گرانش زمین. خیلی خب من میام از همون ترفند استفاده میکنم، میگم آقا K1 مساوی است با 1 نوع MV1 به توان 2. خب جرمشو من دارم 75 کیلوگرم، V1 رو به من داده 1.2 از بالون به سمت بیرون پرتاب میشه. خب اینو حساب میکنم میشه 54 ژول. K2 رو حساب میکنم، K2مون سرعت ویدیومون 4.8 در فرمول میذارم، M که به من داده حساب میکنم میشه 864 ژول. خب من میگم کار کل مجموع نیروهایی که برای این اعمال میشه چی هست؟ میشه دلتا K. خب یعنی K2 منهای K1. کار کل الان برای چه نیروهای اعمال میشه؟ یکی نیروی وزنشه که داره به سمت پایین اعمال میشه و چون این شخص داره به سمت پایین میاد، مقاومت هوا به سمت بالا برش اعمال میشه. پس دو تا ما نیرو در اینجا داریم. پس یک کار نیروی وزن رو داریم و یک کار نیروی مقاومت هوا که این میشود دلتا کامون که K2 منهای K1 حساب میکنیم میشه این. خب حالا کار نیروی وزنم که ساده است میشه mgh هم که دارم 800. خب من میام کار نیروی وزن رو حساب میکنم mgh یا mgd حسابش که کردم میشه این. اونو در فرمول میذارم، کار نیروی مقاومت هوا اینجا تعیین میشه که اینو میارم اون طرف هستم کم میکنم میشود این. همونجور که میبینیم کار شده منفی. چرا؟ چون جهت نیروی مقاومت هوا و نیروی و جابجایی جسممون خلاف جهت هم دیگه است. خب از اینجا به بعد یه سری تیپ سواله که شما این تیپ سوالات رو یاد میگیرید. نکته‌ای که در این فصل وجود داره اینه که ما
وقتی که میخوایم از MGH یا از اینجور چیزها استفاده بکنیم یا بگیم یک دو کایستو، چه سطحی رو به عنوان سطح مرجع در نظر بگیریم و همه چیز رو نسبت به اون سطح در نظر بگیریم و سوال حل کنیم. خب و خوشبختانه چند تا تیپ سوال داریم که از اونها استفاده میکنیم و سوالات رو حل میکنیم. فرض کن مثلا یک برج دارم در اینجا به این صورت و از بالای برج یک جسمی رو تحت زاویه آلفا با سرعت v3 به سمت بالا پرتاب میکنم، میاد تا به زمین میرسه. ارتفاع برجمون h. حالا سوال اینه که در نیمه راه مثلا بگید که سرعتش چقدره. خب مثلا من میام میگم آقا این نقطه اول جایی که داره پرتاب میشه رو میذارم نقطه 1، اون قسمتی رو که میخوام سرعتش رو حساب کنم میذارم 2. خب در این سوال هم گفته که ما اتلاف انرژی نداریم، پس E1 با E2 برابره. پس من میگم K1 به علاوه U1 مساوی است با K2 به علاوه U2. ببینید دیگه از بعد تیپ سوالاتمون اینه، این سبکی باید حل کنیم. خب در نقطه 1 من چی دارم؟ یک دوم mv0 به توان 2. دقت کنید در اینجا K و U اینا کمیت‌های اسکالرن، جهتی ندارن. خب پس دیگه نیاز به این آلفا ما نداریم، پس فقط میذاریم یک دوم mv0 به توان 2 به علاوه ارتفاعش mgh مساوی است با از اینجا میاد تا اینجا، در اینجا سرعتش v میذارم یک دوم mv2 به علاوه mg از اینجا تا اینجا h دوم. این تیپ سوالات زمین رو به عنوان سطح مرجع در نظر میگیریم و ارتفاعمون رو نسبت به زمین یا همون سطح مرجعمون در نظر میگیریم. حالا در اینجا m ها رو من میتونم از هر دو طرف با هم دیگه حذف کنم، پس v به توان 2 چی میشه؟ میشه v0 2 به علاوه gh. از اینجا من میتونم v رو تعیین کنم. اگر اینجا v0 و h اون مقدارش معلوم بود ما میتونستیم مقدار v رو دقیق حساب کنیم. یک تیپ سوال دیگه مثلا اینجوری داریم، یه همچین شکلی داریم، بعد میگه آقا از نقطه A میاد، حالا بگید مثلا سرعت در نقطه B چی میشه. خب بعد الان در این سوال گفته که جسمون از نقطه A با سرعت 2 متر بر ثانیه حرکت میکنه، ارتفاع HA رو به من داده 4 متر، ارتفاع HB رو به من داده 1 متر. میگه سرعت در نقطه B چی میشه؟ استکاک هم صرف نظر میکنیم، یعنی اتلاف انرژی نداریم، پس EA با EB باید برابر باشه. پس یک دوم MVA به توان 2 علاوه MGHA مساوی است با یک دوم MVB به توان 2 علاوه MGHB. اما رو با هم خط میذارم، نیازی هم بهش نداشتم، این حذف میشه. خیلی خوب، بعد در نقطه 1 من دارم یک دوم ضرب داره V آمون چند بود؟ 2، پس میشه 2 به توان 2 به علاوه جیمون 10 ضرب داره اچش 4 متر مساوی است با اون طرف چی دارم؟ یک دوم وی بی به توان 2 که مجهولمونه به علاوه ارتفاعش 1 متر میشه 10 ضرب در 1. از اینجا سادهش میکنم، وی بی رو به دست میارم که میشه بعد 8 متر بر ثانیه. یه تیپ سوالی که توی امتحانات نهایی معمولا نمیاد ولی تو کنکور کاربرد داره، اونم اینه که سوالای سطح شیبداریه که قرقره هم داریم. این چیزی که در اینجاست قرقره است. من دو تا جسم رو با یه نخ به هم وصل میکنم و از یک قرقره هم اون رو رد کردم. حالا هم یا هر دو سمت یا یک سمتش رو سطح شیبداره. توی این تیپ سوالات شما فرض کنید در ابتدا هر جفت جسم ها روی یک سطحن، این خط آبی، و اون سطح رو به عنوان سطح مرجع در نظر بگیرید. توی این تیپ سوالات میگه آقا هر جفت جسم ها رو رها میکنید، پس سرعت اولیه جفتشون صفره. خب و چون هر جفتشون روی یک سطح در نظر گرفتیم پس H هم صفر در حالت اول. بعد حالا مثلا M1 میاد پایین، M2 میاد بالا به اندازه L فرض کنیم. خب در اون صورت میگه اندازه مثلا کاشون چقدر میشه، انرژی جنبشیشون چقدر میشه یا چیزای دیگر میخواد. خب من نکته آخریشو بهتون میگم، اثباتشو نیازی ندارید، اینو روی کلاس کنکور توضیح میدم. در انتها یه نکته کنکوری بهتون میگم، وقتی اینجوری گفتن حالت دوم اندازه کای کلمون میشود منفی یو کلمون که میشود دو تا نیروی سمت چپ رو از هم دیگه کم میکنیم ضرب در ال، یعنی جابجاییشون میکنیم. خب الان مثلا برگردیم به اسلاید قبلی. در اینجا یه نیرو به سمت پایین دارم M1G سینوس آلفا، این طرف نیرو به سمت پایین چی دارم؟ M2G سینوس بتا. این دوتا رو از هم دیگه کم میکنم ضرب در جابجایی Lش میکنم. در این صورت اندازه کامون تعیین میشه، میشود M1G سینوس آلفا منهای M2G سینوس بتا ضرب در L
تمام. این فرمول فقط حفظ کنید. در آزموناتون میتونید از این استفاده بکنید. این یه قسمتی از بحث کنکور بود که بهتون گفتم برای بچه‌هایی که امتحان نهایی دارن کاربردی نداره، چون همچین سوالی براشون نمیاد. این توضیحاتش هم در اینجا آوردم. نیروهای کشش نخ همدیگر خنثی میکنن، نیروهای قائم بر حرکت جسم هم کارشون صفره. در نتیجه فقط نیروهای که دو سم داره بر جسم اعمال میشه رو از هم دیگه کم میکنیم و ضرب در جابجاییشون میکنیم. در این صورت میتونیم اندازه دلتا کار رو به دست بیاریم. خب مثلا یه همچین سوالی رو براتون حل میکنم که تست کنکوره. یک همچین ساختاری رو به من داده، زاویه 30 درجه، یه جسم اینجا دارم، یه جسم اینجا دارم. بعد میگه که وزن هر یک از وزنها 10 نیوتن است. خیلی خوب. و دستگاه از حال سکون. خب ما فرق می‌کنه هر جفت اینا روی یک سطحن و رهاشون میکنیم. میگه بعد از چند متر جابجایی اندازه کای هر وزنه میشه 4. خب چون دو تا وزنه دارم دلتا کای کل من میشه 4 علاوه 4 میشه 8 مساوی است با این طرف یه نیرو به سمت پایین دارم mg که 10 نیوتنه، یکی هم اینجا رو چون رو سطح شیب داره میشه mg سینوس آلفا، mg سینوس 30 درجه 10 ضرب در 1/2 میشه 5. خب 10 ضرب در 1/2 اینجا میذارم ضرب در دی، از اینجا من میتونم دی رو به دست بیارم. 4 به علاوه 4 میشه 8، اینجا 10 منهای 5 میشه 5 میشود 8 پنجم یا 1 و 6 دهم. گزینه 4 جواب مسئله است. بریم به سراغ فنر. یک فنر رو برمی‌داریم یه سمتش رو به یک دیوار وصل می‌کنیم و اینور روی سطح افقی هستش و یک سمت دیگه‌ش هم به یک جسم به جرم M وصل کردیم. در حال تعادلش نقطه O هستش. من با دستم این جسم رو به سمت راست به اندازه D جابجا می‌کنم و رهاش می‌کنم. در این صورت بگید که وقتی که از حالت تعادل رد میشه سرعتش به چقدر میشه. خب در اینجا mgh که ما نداریم چون hمون در هر جفت حالت صفر هیچ. بعد این حالت تعادل رو به عنوان سطح مرجع یا نقطه مرجع در نظر میگیرم. خیلی خوب. در نقطه 1 اینجایی که جسم رو دارم رها میکنم، چون رها میکنم پس سرعتش صفره، پس کایکش صفره. در اینجا چون به اندازه دی کش اومده پس 1/2 کا دی 2 دارم. در نقطه دوم که اینجا هستش در اینجا 1/2 کا ایکس 2 صفر دیگه، چون ایکسش صفره از نقطه تعادل داره رد میشه، پس یو دومون صفر میشه، فقط 1/2 ام وی 2 دارم. چون این 1 با 2 یکسانه در این صورت من میتونم بگم 1/2 کا دی 2 مساوی است با 1/2 ام وی 2. اینجا میتونم وی رو به دست بیارم که میشه دی رادیکال کا امام. فرمول نهایی رو نیازی نیست به عنوان یه فرمول کنکوری حفظ کنید. راه حلش که یاد بگیرید سریع میتونید اینو به دست بیارید. بیایم اینجا اینو حلش کنیم. میگه آقا یه جسمی دارم به جرم M با سرعت 5 متر در ثانیه به فنری با ثابت 1200 نیوتن بر متر برخورد میکنه و اینو میاد جمعش میکنه به اندازه 2 جمع میکنه در یک لحظه و باز دوباره برمیگرده. خب نیروی استکاک بین جسم و سطح رو از من خواسته که چقدر میشه. خیلی خب من میگم در نقطه اول که حالت تعادلمونه چی داریم؟ ای1 اون از کا1 به علاوه یو1. کا1 مون میشه 1/2 ام وی 2 به علاوه یو1 مون چون حالت تعادل 1/2 کا ایکس صفره پس فقط 1/2 ام وی 2 دارم، پس میشه 1/2 ضرب در ام مون 2 ضرب در وی مون رو داده 5 میشه 5 به تعادل میشه 25. وقتی که این اومد جمع شد به اندازه 0.2 متر در یک لحظه سرعتش صفر میشه، پس اندازه کادومون صفر میشه. اما U2E در اینجا 1/2 کادی 2 دارم، پس میشه 1/2 ضرب در کامون رو داده 1220 ضرب در دیمون رو داده 0.2 که به تمام 2 برسه سادهش میکنم میشه 24. خب چون استکاک دارم پس میگم آقا E2 منهای E1 مساوی است با FT کوسینوس 180 چون جابجایی به سمت چپه ولی نیروی F استکاکمون سمت راست. خب از اینجا حساب میکنم میشود منفی F ضرب در 0.2 مساوی است با 24 منهای 25 که میشه منفی 1. از اینجا منفی با منفی ساده میشه و F اون حساب میشه میشود 5 نیوتن. آونگ ساده بعضی از معلمان اینو توضیح میدن، برای کلاس دهم بعضی توضیح نمیدن ولی من در اینجا آوردمش. معمولا تو تست کنکور استفاده میشه. ما یک سقف رو در نظر میگیریم، یک نخ رو برمیدارم به سقف وصل میکنم یک سرشو و یک سر دیگه‌اش هم یه جسمی رو بهش وصل میکنم. اگر رهاش کنم میاد در اینجا به حالت تعادل قرار میگیره. اما اگه با دستم اینو بعد بیارم تا این نقطه و رهاش بکنم این به این صورت میاد تا اینجا دوباره برمیگرده، میاد تا اینجا و دوباره برمیگرده، مثل پاندول ساعت.
خب اینو بهش میگن آونگ ساده. حالا تیپ سوالات اینا چیه؟ اینه که آقا این جسم ما میگیریم در اینجا رهاش میکنیم، یعنی V1ش صفره، ارتفاعش هم H1. بعد میاد در پایین ترین نقطه در اینجا سرعتش چقدر. خب توی آونگ ساده این پایین ترین نقطه رو سطحش رو به عنوان سطح مرجع در نظر میگیریم که H2مون صفر بشه و راه حلمون کوتاه‌تر بشه. خیلی خب میایم از یک مساوی با E2 استفاده میکنیم، میگیم 1/2 MV1 به توان 2 علاوه MGH1 مساوی است با 1/2 MV2 به توان 2 به علاوه MGH2. H2مون صفره، V1مون صفره، پس فقط اینا میمونن. M با M خط میخوره. من باید بیام H1 رو حساب کنم. خب پس من تا اینجا فهمیدم 1/2 V2 به توان 2 میشه بعد GH1. H1مون چی میشه؟ میگم آقا طول نخمون کلا L. خب اینجا رو داده تتا، اینجا تا اینجا قائمه، از اینجا تا اینجا H1، پس از اینجا تا اینجا من میتونم بگم H1. اگر طول این باشه L، اینجا باشه تتا، از اینجا تا اینجا این زل میشود L کوسینوس تتا. پس L کامل میشود L کوسینوس تتا به علاوه H1. شد L کوسینوس تتا به علاوه H1 میشه L. H1 اون چی میشه؟ این میاد اون طرف میشود L منهای L کوسینوس تتا. از Lش اگه فاکتور بگیریم میشه L در 1 منهای کوسینوس تتا. اینو میتونم در این فرمول اینجا استفاده کنم و از دو طرفم جذر بگیرم. وی دوم چی میشه؟ میشه رادیکال 2 تا جی L در 1 منهای کوسینوس تتا. شما یکی این فرمول آخری رو حفظ کنید، خیلی برام کاربرد داره، و یکی هم همین فرمول H1 رو حفظ کنید که میشود L در 1 منهای کوسینوس تتا. درست شد؟ از اینها استفاده میکنید در حل سوالات. توی تست کنکور خیلی مرسومه از این سبک تست بیاد. خب میگه آونگی به طول 1.6 متر در حال ارتعاش است. وقتی که جسممون در پایین ترین نقطه هستش سرعتش 4، یعنی V2 رو به من داده. بعد زاویه تتا رو از من خواسته در واقع. خیلی خب فرمولمون چی بود؟ V میشد رادیکال 2 تا جی L در 1 منهای کوسینوس تتا. V رو میذارم 4، 2 ضرب در G مون رو 10 میذاریم، ضرب در L مون رو داده 1.6 متر در 1 منهای کوسینوس تتا. اینو باید سادهش کنیم. وقتی سادهش کردیم تتا میشود 60 درجه. توان و بازده. توان میشود کار تقسیم بر زمان که کارون بر حسب ژول، تیمون هم بر حسب ثانیه است. پس میشود ژول بر ثانیه که اصطلاحاً ما بهش میگیم وات. خب واحد توان در اس آی وات هستش. اتا میشود توان مفید به توان کل ضرب در 100 یا کار مفید به کار کل ضرب در 100. جفت اینا استفاده میشه. بعد بازده واحد نداره در اس آی. بریم یک سوال حل کنیم. میگه توان یک موتور الکتریکی 4000 وات و بازده آن 80% است. این موتور در چند ثانیه میتواند یک بار 800 کیلوگرمی را از 8 متری زیر زمین تا 12 متری از سطح زمین با سرعت ثابت بالا ببرد. خب اتا میشود توان مفید تقسیم بر توان کل. درست شد؟ که ضرب در 100 رو من میارم این طرف که تقسیم بر 100 بشه. خب توان مفیدمون میشود کاری که داریم انجام میدیم، یعنی mg دلتا h تقسیم بر t زمان. خب از اینجا این فرمول رو من جابجاش میکنم، t رو میخوام حساب کنم دیگه. t اون میشود mg دلتا h تقسیم بر اتا ضرب در p کل. m مون چنده؟ 800. g مون چنده؟ 10. جابجایی از -8 تا 12 شه 12 علاوه 8 یعنی 20 متر تقسیم بر اتا 80%، یعنی 80 تقسیم بر 100 یعنی 8 دهم ضرب در پی کل اونم داده 4000 میذاریم میشود 50 ثانیه. توان میانگین پی میشود کار میانگین تقسیم بر کل که میشه ft تقسیم بر t. d تقسیم بر t میشود f. درنش پی میانگین یا پی بار میشود f ضرب در v بار. درست شد؟ از این فرمول استفاده میکنیم در حل سوالات. میگه سرعت یک خودرو به جرم 1200 کیلوگرم در مدت 10 ثانیه از 5 به 15 متر بر ثانیه میرسد. توان میانگین مجموع نیروهای وارد بر این خودرو چند کیلووات است؟ خیلی خوب، من میگم پی بار میشه f ضرب در v بار. f مون چی بود؟ m ضرب در a ضرب در v بار. جرم ضرب در شتاب. m ضرب در، خب عرض کنم خدمتتون v مون چی میشه؟ میشه v منهای v صفر تقسیم بر t. v بارمون چی میشه؟ میشه v علاوه v صفر تقسیم بر t. اینو در واقع این فرمولاییه که شما برای کنکور باید یاد بگیرید. برای سال دهم خیلی براتون کاربرد نداره، ولی چون این توی بحثاتون بود
گفتم که توضیح بدم براتون. حالا مقداراشو میذاریم. ام اون هست 1200 ضرب در 15 منهای 5 تقسیم بر 10 ضرب در 15 به علاوه 5 تقسیم بر 2 میشود 12 کیلو وات. خب یک سوال دیگه بریم حل کنیم. یک بالابر داریم ما که یک بار رو به جرم 500 کیلوگرم داره به سمت بالا جابجا میکنه. در مدت 10 ثانیه از طبقه همکف به طبقه دوم در ارتفاع 6 متری بالا میبرد. توان میانگین رو از ما خواسته که این بالابر به چه صورتیه. خیلی خب من میگم آقا کار کلمون میشه دلتا کا دیگه، درسته؟ کار کلمون میشه یکی نیروی وزن این و کاری که این در واقع بالابر داره انجام میده. خب کار نیروی وزن که میشه منفی ام جی دلتا اچ. چرا منفی؟ چون ام جی به سمت پایینه ولی جابجایی رو به سمت بالاست، به خاطر این شده منفی ام جی دلتا اچ. علاوه کار در واقع بالابر اون که میشه چون گفته با سرعت ثابت، پس کادو و کایه که اون اصلا دیگه کم بشن چون هم اندازه میشه 0. خب از اینجا کار بالابرمون میشود ام جی دلتا اچ. اممون هست 500 ضرب در جی رو گفته 9.8 تا بگذاریم ضرب در دلتا اچ مون هم 6 متر. حساب میکنیم میشه این. درست شد؟ بعد توان میانگین رو از من خواسته میشود کار بالابر تقسیم دلتا تی، اینو تقسیم بر 10 ثانیه میکنم و مقدارش حساب میشه که تبدیل واحد کرده بر اسب بخار از ما خواسته که مقدارش رو به این صورت تعیین کرده. مرسی که همراه من بودید. بازم تاکید میکنم فایل کاملترش رو با نکته‌های بیشتر و کلی سوال که حل کردم و توضیح دادم در فایل اصلی وجود داره که شما میتونید در وبسایت من در پکیج‌های کامل کنکور تهیه کنید و استفاده کنید. مرسی که همراه من بودید و خدا نگهدار.